حين ولدت أعطني. بله سلام علیکم، بفرمایید. با عرض سلام و خسته نباشید خدمت برادران گرامی که تشابه بهانی وصال حق زحمت میکشن، به خصوص برادر گرامی جناب آقای محمد انصاری. سلامت باشید، زنده باشید. اما بعد بفرمایید. سوزی و اثر سوزی و پیامبر اسلام صلی الله علیه و سلم است که جگرگوشه‌های مسلمانان به جای تمسک به اسلام و قرآن و ارتباط سنت تقلید از فرهنگ غرب را افتخار می‌دانند و سران بسیاری از کشورهای اسلامی با اقدامات شرم‌آورشان مایه ننگ دیگران می‌شوند. به هر حال اگر می‌خواهیم در زندگی خود و سایر مسلمانان تحول بیافزاییم، لازم است زیر بنای صحبت و ارتباط با رسول مکرم صلی الله علیه و سلم را مستحکم کنیم. ببخشید من یه شعر در مورد همین داشتم، میتونم بخونم؟ بله بفرمایید، بفرمایید. ای توی از ذوق و شوق و سوز و درد میشناسی عصر ما با ما چه کرد، عصر ما را از ما بیگانه کرد، از جمال مصطفی بیگانه کرد. سوز او از میان سینه رفت، جوهر آینه از آینه رفت. زن رمزاد و کلیسا را مرید، پنجه ناموس ما را در برید. دولت اغیار را رحمت شکر، رقص گردی کلیسا کردم. تشکر از شما. متشکرم از شما. استودعکم الله الذی لا تضیع ودیعه. سلامت باشید، الله مطالبستون کنه. تشکر از تماستون. همچنین. خدا نگهدار.